در نگاه اول اینجا برکه‌ای آرام به نظر می رسد. در نگاه دوم دو گور خر که به ماحصل آمدند. در نگاه سوم گور خری شیرجه بر آب و در نگاه چهارم دیو گور خری تنها که به آب سیاه نشسته است. در این برکه چند کرکندیل خطرناک با چشمانی تیزبین و هراسناک اطراف را می‌نگرند. البته ممکن است بعضی از آنها چشمانی ضعیف داشته باشند، مثلا یا آستیگمات داشته باشند یا قوز قرنیه دار باشند. کرکندیل ها در یک چشم بدون عینک به هم زدن پدر صاحب شکار خود را در کات بس آقا جان، چه خبر انقدر خشونت؟ خب چیکار کنم غریزم و خب تو میدونی غذا بخوری تشویق نری. خب اینم حرفیه، حق داری. و اما به سراغ کرکندیل ها می روید که انتظار می رود در سنین کم خشونت نداشته. هر حال در بین کرکندیل ها محسوم است که پس از شکار ضیافتی برپا می‌شود. یعنی چی آقا؟ دست بردارید، صحنه خیلی خشنه، مثل اینکه اینا دست بردار نیستن. بله آقای کارگردان، منم زهله ترک شدم. بهشون نشون میدم. این جانوران که میبینید نقطه ضعف های بسیار دارند. مزید چه خبره؟ بله بهت میگم. آها خوبت شد، تازه اولشه. برو که دارم برات. درست است که کرکندیل ها حیواناتی هستند که در آب خیلی سریع حرکت میکنند، اما در گرمای داغ تابستان و در صحراهای بیابان آنها از حلزون هم کندتر هستند. اصلا برای همین است که با آنها کرکندیل میگویند، از بس کند هستند. نه کن. اصلا هیچ کس نمیداند که چرا آنها مسابقات دو میگذارند. نگاه شو، مسخره کردم. تازه کرکندیل ها نقطه ضعف دیگری هم دارند، آن هم پوست گران قیمتشان. حالا چیه؟ من نمیام، منو چه؟ دارم نریشن میخونم. آره بعدا زنگ بزن. خداحافظ. بله آقا این چه وضعیه؟ این چرا برهنه است؟ معذرت بخوام. حواست به کار بده. چشم آقا. بله گاومیش ها پوشت آنها را میبرند و تبدیل به پوساک و کفش و کیف میکنند. هنوز هم کارشناسان نمیدانند که آنها برای چه مسابقه دو میگذارند. با اینکه کرکندیل ها دندان های تیز و آلواره های قبری دارند، اما اگر دندان هایشان دچار اشکال گردد بسیار ضعیف میگردند، مانند همین نمونه که بسیار ذلیل و بدبخت است. جونت درد خوبت شد؟ این هم که هنوز دارن میدوند و کارشناسان دلیلش را نمیدانند. برخی از آنها ترک گوشتخواری کرده و به صلح طلبان پیوستند. در یک نگاه منصفانه باید گفت از همه این حرفها گذشته کرکندیل ها درازترین جانور روی خشکی هستند. طول بعضی از آنها به 70-80. شما میدونی اینا تهشون کجاست؟ بله چقدر فهمیدیم چی گفت. خب مثل اینکه حالا باید بریم تا به انتهای این ابتداست که باز. یعنی چی اسم؟ این گونه خاصی از این جونور اسمش دو سر کدیله، یه سر این ور کدیل یه سرم اون ور کدیل. بله بینندگان عزیز، حیات وحش
کندیل ها را تمام